تراژدی فلسطین، تراژدی بیت المقدس که واجب بر هر مسلمانی، بخصوص علما، بخصوص اهل دعوت، بخصوص بلندگویان دین، بخصوص اهل منبر و اهل مسجد، بر اونها واجب ترک به این قضیه و بقیه قضایای امت اهتمام بدن. قضیه فلسطین، قضیه کشمیر، هر جایی که از سرزمین مسلمانان اشغال شده باشه. فتوای مذهب حنفی رو دیشب خدمتتون نقل کردم. امام رملی رحمه الله از فقهای بزرگ شافعی میفرماید که اگر دشمنان ما داخل شهری شدند از شهرهای ما، اشغالگران یعنی استعمارگران یعنی، و بین ما و بین اونها مسافت قصر بود، یعنی نزدیک شدیم، 50-60 کیلومتر بیشتر نمونده بود، بر کسانی که در اونجا هستند واجبه که از شهرشون دفاع کنند، حتی کسانی را که جهاد برشون واجب نیست، مثل فقیر، مثل بچه، مثل برده قدیما بود، مثل کسی که وام داره، مثل زن. اون موقع من شما از جیب خودمون ببخشیم که نه نصف فلسطین مال این باشه و نصف فلسطین مال اون باشه، واقعیتگرا باشیم. واقعیتگرایی اینجوریه. سیاستمداران این حرفا رو میزنن، چه بسا که حرفی از خبری از متون دینی نداشته باشن، چه بسا که دنیا و سیاست و بازی لیکن اهل دین باید حقیقت و واضح و خیلی روشن بگن. اصل واجب اهل دین، اصل واجب علما بیان درسته. سیاست بازی درسته، سیاست بازی با سیاست بازانه، لیکن اصل وظیفه عالم بیان حقه، بیان حقیقتی است در هر موضوعی. و وای به اون روزی که عالم بلندگوی سیاست بشه، وای به اون روزی که عالم حقیقت رو به خاطر سیاست تکه پاره کنه، به درستی نگدش، نصف حقیقت رو بگه. و نصف حقیقت رو گفتن حقیقت رو ملوث کردنه. و ابن قدامه حنبلی رحمت الله تعالی علیه میفرماد که از قول ابن تیمیه رحمه الله میگوید که اذا دخل العدو بلاد الاسلام، اگر دشمن وارد سرزمین مسلمانان شد، یک عالم تا حالا با تمام ضعفی که مسلمانان دارند، که بلکه در ضعیفترین حالت تاریخیشون هستند، یک عالم مسلمان اهل سنت فتوا نداده که فلسطین سرزمین اسلام نیست یا سرزمین اسلام و غیر اسلامه. انشاءالله که در آینده فتاوای همه اهل علم براتون نقل میکنم، بخصوص در این شأن. هر کسی حق فتوا نداره. هر کسی که بلندگوی دستش اومد، امثال بنده و غیر بنده، حق فتوا نداره. اهل افتاء، مجتهدان، حق فتوا دارن. مقلد اصلا حق فتوا نداره. مقلد به اتفاق اهل اصول، مقلد اهل فتوا نیست. حد اکثرش اینه که فتوای مذهب رو نقل میکنه. الان مجازان در بعضی از محیطا بهشون میگن مفتی در واقع کسی است که مجتهد باشه، اگر نه در اون فتوای دیگران رو نقل میکنه. امام ابن قدامه از امام ابن تیمیه رحمه الله نقل میکنه که اگر دشمن وارد سرزمین مسلمانان شد، فلا ریب انه یجب دفعه علی الاقرب فالاقرب، بدون شک واجب دفاع کردن از اون سرزمین، هر نزدیک به نزدیک، معنی اینکه هر کسی که نزدیکتره این وجوب برش بیشتره. اذ ان بلاد الاسلام كلها بمنزله البلده الواحده، بلکه سرزمین اسلام همش به منزله یک شهره، هیچ فرقی نمیکنه. و انه یجب النفیر الیه بلا اذن والد ولا غریم و نصوص احمد صریحه بهذا. و عجب سخنیه.
واجب همه که از این سرزمین دفاع بکنند. حتی فرزند نیاز به اجازه پدر نداره. اونی که وام داره نیاز به اجازه وام دهنده نداره. و اقوال امام احمد در این مورد میگه که خیلی صریحه. خب بر مبنای این فتاوا از هر سه مذهب جهاد بر علیه صهیونیست های معتدی و متعدی و قاتل و مجرم که فلسطین رو به دریای خون مبدل کردن، بنابر اقوال ائمه مذاهب فرض عین برای هر مسلمانی برای آزادی فلسطین و همچنین بر آزادی کشمیر و همچنین بر هر سرزمینی که اشغال بشه، مثل افغانستان دیروز. نه پس این تروریسمه. آقا این اصطلاحات احمقانه رو در تلاویو ساختن، به احمقتر از خودشون که در کاخ سفید باشن تحویل میدن. اونا بر اساس این کارخانه دروغ سازی چیکار میکنن؟ سیاست گذاری میکنن. تا حالا که حالاه این همه بر علیه مسلمانان جنگیدن، تعریفی از تروریسم نیست. سازمان ملل تعریفی از تروریسم نداره. یه توپ با هر موقع بادش میکنن خالیش میکنن. و بقیه موضوع انشاءالله که در جلسه 4 ادامه خواهم داد.